رئیس نایبی است. مکتب خلاص کرده بودم، در خانه بودم، چند ماه شده اینجا آغاز شده آمدیم. کاری ما دیجا دختر نمرای برشکاری است. خوب است، آسان است. در روزانه 5 جوره 6 جوره لباس می‌دوزم. شمیلا عدالت است. اینجا چند ماه میشه کار میکنم. کارم هم برش میکنم، هم میدوزم. دیگه کارم بسیار آسان است. در حدود 6 جوره 5 جوره کالا اینجا دخت میکنیم. در اینجا از کارم خوش هستم. دیگه یک مصروفیت بر ما پیدا شده، به خاطر که مکتبا بسته شد. فعلا مکتبم خلاص نشد از ما. دیگه اینجا به خاطر مصروف بودن یک شغل برای خود پیدا کنم و ای که بیکار نباشم در خانه، ای خودش یک مصروفیت بسیار خوب است که هم خودم یاد بگیرم، هم بتانم که پیشرفت کنم. اسم من تهمینه نایبی است. مسئول کارگاه خیاطی بشرا هستم. مدت 1 سال میشه که ما کار آغاز کردیم. البته این کار ما در جریان تغییر و تحولاتی که در دولت ما ایجاد شد، ما هم با امو این کار ما شروع کردیم. و انگیزه این کار ما ای بود که با تحولاتی که صورت گرفت، بعضی از خانم‌ها که کارمند دولت هم بودن و وظیفه رسمی هم داشتن، متاسفانه خانه نشین شدن و بالمقابل اونا بعضی مهارت های داشتن در عرصه صنایع دستی و خیاطی. وقتی من اونا رو دیدم، یک انگیزه بر من ایجاد شد که برای اونا یک شغل کاری مناسب تر برشان ایجاد شود که بتونن کار بکنن، حداقل از طریق ما و از طریق ما بتونن که خودشان آزاد کار بکنن، میتونن بر چند وقت بر ما کار کنن، بعد از خودشان آزاد کار بکنن، شغل داشته باشن. ما تقریبا ماهانه 400-500 جوره لباس میدوزیم و او هم لباس های گند افغانی است که اکثریت ما فرمایش از داخل از کشور متاسفانه بعد از تحولات نداریم. بیرون از کشور ما فرمایش میگیریم و بر از اونا روان میکنیم، چون اینجا کمک اقتصاد ضعیف شده. اما کسایی هم که محفل می داشته باشن، اکثرا لباس گند افغانی در محفل ها استفاده میکنن و در عروسی ها استفاده میشه و قدر بیشتر در رسمیات و در بیرون در بازاری ها استفاده نمیشه. به همون دلیل که قیمتشان بلندتر است، ولی مردم زیادتر کرایه میگیرن بر محفل ها و اینا. دیگه فروشات خوب در داخل از کشور ما نداریم، بیرون از کشور ما فرمایش میگیریم و اونجا ما زیادتر تولیدات می داشته باشیم و قیمت هم خوب از قیمت های مناسب تری را ارائه کردیم. بعد از اینکه اقتصاد مردم در نظر گرفته، یگان لباس ها و طراحی داریم که نسبتا خوبتر است، میتونن که مردم از او خریداری بکنن بگیرن. برابر سوی مردم البته تولیدات داریم در بازار. 8 ماه میشه که ما کار آغاز کردیم. قبل از هم کار میکردم ولی به شکل رسمی 8 ماه میشه ما کار آغاز کردیم. در این جریان ما هم انگیزه داشتیم و هم ضعف داشتیم. ضعف به این خاطر که روحیه ما ضعیف شده، ضعف پیدا کردیم. به اینکه وقتی دیدیم که برای خانم‌ها اجازه نیست که این کار بکنن، این کار نکنن، این محدودیت ها که ایجاد شد، ما یکم روحیم ضعیف شد. ولی دوباره وقتی که ما میبینم زنایی را که بر ما کار میکنن
اونا راضی بودنشان میبینم، رضایتشان میبینم، خوشنودیشان میبینم، اینکه در فامیل چقدر کمک شدن اونا از نگاه اقتصاد. این بر من خودش یک انگیزه میده، روحیه میده، مرا دوباره پابرجا میکنه، سر پای مستاد میکنه. امی روال است که مرا تا اینجا پیش آورده و ما تانستیم کار بکنم. و یک مسئله که بسیار زیاد مهم است، ما باید یادآور شوم، حمایت فامیلم است که شخصا شوهرم و همچنان فامیل مادرجانم، پدرجانم و فامیل خسرانم که اونا از ولایت خوست فرنگ بغلان می باشن دیگه، اونا زیاد همراه من همکاری میکنن. اکثریتشان در خود ولایت بغلان بر ما کار میکنن، حتی بدون از اینکه کدام تقاضای داشته باشن کار میکنن به اینکه من پیشرفت کنم، با اینکه یک خانم دیگه 100 خانم دیگه با ما پیشرفت کنه، اونا کار میکنن. و اینمی یک اتحاد است که مرا تا اینجا رسانده و پیشرفتیم دیگه. توکل به خدا 2000 خلاص کردم. بعد از اون یک رشته ژورنالیسم کامیاب شدم پانتون کابل و بنابر مشکلاتی که برای من ایجاد شد داخل از افغانستان نبودم، متاسفانه منفعل شدم و نتونستم دوباره رشته که دلخواهیم بود و خیلی دوست داشتم مثل دوران مکتب میخواستم که یک ژورنالیست باشم، نتونستم ادامه بدم، ولی بازم روحیم از دست ندادم. خلاف رشته که دوست داشتم رشته طبابت انتخاب کردم و در این عرصه من شخصی درس میخوانم. برای فعلا سمستر 5 هستم و سال 3 است دیگه. من تقریبا چند سال، تقریبا 3 سال 2 سال من درس دور ماندم چون نتونستم به درس‌های دانشگاه برسم، ولی فعلا دوباره درس ما شروع کردیم. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره